خانم چند سال ساکن این محله است؟ من 12 سال اینجا. 12 سال همسایه یک کانالی بودید که جز اذیت و آزار براتون چیزی نداشته. به کجا مراجعه کردید؟ شهرداری اینا پاییز اومده میدن این بلنسبت گلاب صورتون این سوسکا در اومدن رفتیم بهداشت شهرداری هر جا رفتیم گفتم به ما مربوط نیم اومدن دیدن گفتن سم میدیم خودتون بزنین. بعد من یه نفرم اینا همه میشناسم بچه‌ام پیشم نی خدا شاهده 3 ساعت 4 تا همین دیوار راه میرفتم با جارو همجور میکشتم مثلا دیگه پا افتاده بیدم این سوسکا همجور رجه میبستن میبردن تو خونه. موش بلنسبت شما خیلی این بوش اذیت میکنه تابستون که میشه گلاب صورتتون آب چیز دیگه توالت دیگه خیلی اذیت میکنن. بعد جوابگو نیستن این الان گاز ندارن تلفن ندارن اومدن. الان توی تابستون من میخوام وقتی هوا گرم هست با توجه به بویی که مطمئنا شدیدتر از الان خواهد شد کولر میتونید روشن کنید؟ کولر که من ندارم ولی بوش خیلی اذیت میکنه شبا آب اسید مقدمه می قاطیش میشه آب کارخونه‌اش خیلی بو میده. بعد تلفن علی اینا ندارن دیوار من سولاخ کرده تلفن آورده گاز ندارم بعد خیلی اذیت میکنه اینجا اصلا محلش خیلی اصلا مخلوقه است. متشکرم مرسی. آقای